مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قسمت سوم آش پشت پرده‌ای رو داریم که برای یه سری از این مسئولین پختیم با یه وجب روش روغن و راجب چند تا سوژه میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. سوژه‌ای حالا جالبی هستش، هم راجب نماینده مجلس، هم راجب یکی دو تا از این سلبریتی ها و یک شغل باحال که جدیداً توی فضای مجازی مد شده. مثلا یه سری افراد رو استخدام میکنن که یه عده رو فحشکش کنن، یا مثلا مالکش، نمیدونم هشتگ زن، از این دست شغل‌ها که جدیداً توی فضای مجازی مد شده. قبل از اینکه من راجع به این موضوعات صحبت بکنم و آش پشت پرده رو بپزیم، اگر کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندارید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست، سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگر هم دوست داشتید برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی. اما شروع میکنیم آش پشت پرده رو. اولین موضوعی که میخوایم بپردازیم راجع به صحبت‌های عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامیه. توجه بکنید، عضو هیئت رئیسه مجلس، خودش هم نماینده مجلس، بقال سر کوچه هم نیست. آمار داده که در طول دوره‌های قبلی نماینده مجلس بیش از 8,000 نفر رو نماینده‌های مجلس با رانت و لابی و نامه فقط به شرکت ایران خودرو برای استخدام معرفی کردن. و جالبی که گفتی یکی از این نماینده‌های مجلس به تنهایی 300 نفر رو به ایران خودرو معرفی کرده. این معرفی کردن گاهی وقتا بد نیست. شما مثلا یه آدمی که تخصص داره، یا آدمی که یک علمی رو بلده ولی خب رانت و لابی نداره، پارتی نداره، ولی استعداد داره، علم داره، مدرک داره، میره پیش نماینده مجلس میگه آقا من مشکل دارم، این مدرک همه، من راه نمیتونم، یه نامه میزنه، بررسی میکنه. اما یه نفر، دو نفر، سه نفر، وقتی که تعداد میشه 8,000 نفر، قضیه بودار میشه. و برای همینه که ما حالا تو صنعت خودروسازی، اونم توی ایران خودرو، حالا سایپا و ولش کن، اونم راجع صحبت میکنیم، هیچ وقت پیشرفت نمی‌کنیم، به خاطر اینکه نماینده مجلس برای اینکه بخواد رأی بیاره، برای اینکه بخواد رانت بکنه، لابی بکنه. بعد یه نکته هم بگم، این استخدامی هر کدومشون پول گرفته میشه بابتشون. فکر نکنید مفتیه. قطعا اون کسانی که توی ایران هستن میدونن. مثلا یه شخصی که میخوان معرفی بکنن توی اداره استخدام بشه، از 10 میلیون شروع میشه تا 100 میلیون. بهش میگن 10 میلیون بده، 20 میلیون بده، 30 میلیون بده تا ما معرفیت کنیم استخدام بشی. از این حرکت ها میکنن اون کسایی که تو ایرانن بهتر میدونن این قضیه رو. بعد از اون طرف نماینده مجلس نامه میزنه به حالا شرکت های بزرگی مثل ایران خودرو و سایپا، میگه اگر این شخص رو استخدام نکنید تو مجلس دهنتو سرویس میکنیم. به همین راحتی. طرف هم مجبوره دیگه، میگه اوکی بیا شد ما استخدامش بکنیم، یه حقوقی هم بهش بدیم. این صحبت ها و این آمارها رو آقای فراهانی عضو هیئت رئیسه گفتم. بشنوید صحبتشو. یه جلسه داشتم با رئیس ایران خودرو. چه وضعیه؟ چه اینجوری میکنه شما؟ واقعا به ما بگید جریان چیه؟ میگه آقا ابتدا به ساکن از منابع انسانی شروع کنیم. آقا منابع انسانی حرف اصلی رو توی سازمان، توی شرکت میزنی یا نه؟ اونم توی شرکتی که تخصصیه، یعنی کار کاملا بالاخره از تخصص و علم و فناوری بیرون میاد. میگیم بله. میگه بابا تو این 10 دوره مجلس قبل، 10 دوره از 1 تا 10 فقط 8,000 نفر از کارمندای ایران خودرو نماینده معرفی کردن. 8,000 نفر رو. 8,000 نفر. و هر چقدر پرسنل داره ایران خودرو؟ فکر کنم 5,000 نفر ایناست. فکر کنم. یعنی تقریبا یه 50,000 نفر بودن. تقریبا یه 50. چون شرکت‌های وابسته زیاد داره، متفاوت آمار داده میشه. خب ببینید آقای رنجبران، بعدم میگه که چون نماینده مجلس پشتش بوده باید در یه سطحی اینو حفظش کنیم. قرار میدادیم که اونو راضی باشه. نمی‌کنی نماینده مجلس می دنبال عرضم حضور شما که تخت تفحص می دنبال نمیدونم. خب یه بخش بعد میگفت که فقط یه نماینده مجلس 300 نفر معرفی کرده. خودش میگفت، حالا دیگه
اینو اسم نماینده رو برد؟ بله اسم نماینده رو به من گفت. خب دوره چندم حداقل؟ حالا ولش کن دیگه. متاسفانه چون بنده خدا خیلی اصرار داشت که تو رو خدا. خب ببینید واقعا نمیدونم. خب این حالا از این ور دوباره شما نگاه کن بازار، بعد میگم بازار، میگه آقا نگاه کن شما سیاست‌های کلان بانک مرکزی و سیاست کلان اقتصادی دولت میچینه، یهو نقدینگی میبره به سمت ارز، میبره به سمت مسکن، یه دفعه میبره سمت خودرو. بابا این ایران خودرو مگه چقدر تولید داره که من بتونم جواب این همه نقدینگی به سمت من حمله برشون؟ یه سیل دیگه، سیل وقتی میاد همه رو میزنه میبره. بله صحبت آقای فرانی رو شنیدید و جالبه که اینا راست میان تو تلویزیون ها افشاگری میکنن. بابا خود جلوی موضوع رو چرا نمیگیرید؟ فقط این کلاس افشاگریشو میاد برای مردم میذارید. بعد شما اگر جلوی اینا رو نگیرید، عمه من بیاد جلوی اینا رو بگیره یا بررسی بکنه، بعد اسامیشون هم که اعلام نمیکنید. برای همینه که خیلی از این نماینده‌های مجلس تو دوره‌های قبلی، حالا فعلی و بعد وایسی می‌بینیم چه اتفاقی میفته، میترسیدن که شفافیت آرا باشه، شفافیت نامه نگاری‌های اداری باشه، شفافیت درآمدزایی باشه که چقدر درآمد داشتن از جای مختلف. خاطر اینکه این گند و کثافتکاری‌ها رو کردن. و تازه این فقط یکی از اداراتشی که در اومده، مثل ایران خودرو. بقیه ادارات، شرکت نفت و جای دیگه اگه بخواد در بیاد خدا میدونه که چقدر رانتو لابی کردن. اما امروز در خبرها داشتیم که قاضی منصوری، یکی از قضات پرآشی ایرانی که متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری هستش، در کشور رومانی بازداشت شده. پیش از این خبر رسیده بود که آقای منصوری یا قاضی منصوری در کشور آلمان هستن، ولی خب خبر رسید که در کشور رومانی هم و گویا بازداشت شدن و مقدمات بازگشتشون به ایران فراهم شده. اما در خصوص نحوه بازداشتشون و نحوه برگشتشون به ایران، مقام‌های مسئول ایرانی این گونه توضیح دادن. ببینید درباره این متهم که صحبت فرمودید، آیا خودشون رو معرفی کردن یا در واقع پیگیری‌های قضایی و پیگیری‌هایی که پلیس اینترپل کرده منجر به دستگیری ایشون شده؟ ایشون به سفارت جمهوری اسلامی ایران مراجعه‌ای داشت، ولی در مراجعه به گونه‌ای رفتار کرده بود که استنباط عزیزانمون که در سفارتخانه حضور دارن این بود که آمدنش به ایران از عزم و اراده جدی برخوردار نیست. در این ارتباط هم قبل از این اقدام به برخی از کشورهایی که گفته شده بود که ایشون در اونجا اقامت داره نیابت‌های قضایی داده شده بود. با مشخص شدن محل اقامت ایشون نیابت قضایی و درخواست قرمزی برای پلیس داده شد. نیابت قضایی هم به مراجع قضایی اون کشور داده شد و الان در اختیار مراجع قضایی و پلیس بین‌الملل قرار داره. ممنون. آقای اسماعیلی، فردا در واقع سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده است. فکر می‌کنید که این متهم به جلسه دادگاه فردا برسه و حاضر باشه در دادگاه؟ نه، با توجه به اطلاعاتی که ما داریم در کشور رومانی تا حدوداً 2 هفته دیگه کلیه پروازهای بین‌المللیشون لغو هست به خاطر شرایط کرونا. امکان پرواز به هیچ یک از کشورهای دیگر رو ندارن. به محض بهبود شرایط در اونجا و برقرار شدن پروازها چه به مقصد ایران و چه به مقصد کشورهای ثالث تلاش میشه که در اولین فرصت فرد در ایران حضور پیدا بکنه و از اتهامات خودش در دادگاه دفاع کنه. 1-2 نفر از متهمانمون در خارج از کشور به سر میبرند. یکی از متهمین آقای منصوری اعلام کرده بود که من دارم به ایران برمیگردم و در جلسه شرکت خواهم کرد. اما بررسی هایی که ما انجام دادیم دیدیم این اعلام خیلی جدی نیست، بیشتر یک برنامه تبلیغاتی است. به همین جهت مطابق این موضوع با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی اعلام شد، مراتب پلیس بین‌الملل و اینترپل کشورمون و کشور رومانی که ایشون در اونجا الان به سر میبره اعلام شد. از دیشب این فرد در اختیار پلیس اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده. الان متاسفانه به لحاظ اینکه وضعیت پروازهای کشور رومانی به صورت کاملا 100% به خارج از کشور قطع است، ظرف چند روز آینده امکان حضور این متهم در جلسه دادگاه فراهم نخواهد شد. به محض اینکه موانع برطرف بشه و انشالله همکاری‌های دولت رومانی هم با ما تداوم داشته باشه نسبت به انتقال ایشون به ایران و
حضور در جلسه دادگاه اقدام خواهد شد. بله، حالا باید ببینیم که آیا مقدمات بازگشت هرچه سریعتر انجام میشه یا نه، چون در روزهای قبلی آقای منصوری گفته بود که من پرواز گیرم نیومده بیام ایران، حالا ان شاءالله پرواز انجام بشه و خیلی شیک و مجلسی تشریف بیارن ایران. ولی خب جالبه که اینقدر راحت میتونن افرادو برگردونن، چرا در گذشته یه سری از آدم‌ها رو اینقدر راحت برنگردوندن ایران، سر از کانادا و سایر کشورها در آوردن؟ مقدار جالبه دیگه. احتمالاً این بنده خدا تکخور بوده، به خاطر همین خیلی راحت تر دارن برش میگردن. اون یکی نه، اینا داره گروه با یه سری خورده بودن. اما یه سری شغل‌ها هست جدیدن مد شده، البته جدیدن نیست، شاید یه مدتایی هست که خب ما تازه بهش برخوردیم و یه سری از افرادی که در این زمینه هم کار میکردن پیدا کردیم ولی خب حاضر به مصاحبه نشدن. و یه سری شغلای مجازیه که یه سری افراد یه سری آدم‌ها رو استخدام میکنن که مثلا براشون مالکشی بکنن، یعنی مثلا 200 نفر 150 نفر رو استخدام میکنن که براشون توییت بزنن، پست بذارن توی اینستاگرام، استوری بذارن و کارهای مختلف بکنن که اسم این شغل مالکشیه که درآمدی بین 5 تا 50 میلیون تومان هم دارن این افراد. یه شغل دیگه‌ای که وجود داره فحش‌نویسیه، یعنی مثلا یه سری آدم‌ها رو تارگت یا هدف میذارن، میگن برید به این آدم‌ها فحش بدید. فحش‌نویسا هم درآمدی بین 1 تا 5 میلیون تومان دارن، هر چقدر فحش رکیک‌تر درآمد بیشتر. شما میبینید دیگه، مثلا تو بعضی از لایف ها یا تو بعضی از پست ها شروع میکنن نوشتن یه سری فحش‌ها، جدیدن هم نمیدونم قم تسلیت این چیزا میبینیم، اینو درآمد داره براش. هشتگ زنا یکم حال روزشون بهتره، یعنی مثلا طوفان توییتری و از این هشتگ مشتگا را میندازن، اونا درآمدشون 20 میلیونه در ماه. دمشون میگم هشتگی ها بالا. کپشن نویسا هم بین 5 تا 50 میلیون تومان درآمد دارن، یعنی حال روز اون کپشن نویسا و تیتر نویسا هم خوبه که اینجوری در میارن و به هر حال این افراد به حال شغلای کاذب دارن و پردرآمد و اینا هم همه نشأت گرفته از این هستش که یه سری از مردم سواد رسانه‌ای و سواد اصطلاحاً علمیشون یا سوادهای مختلفشون رو هواه و این آدم‌ها خیلی راحت میتونن روی تفکر این افراد جریان سازی بکنن. هشتگ میزنن، 5000 نفرم مثلا این هشتگ رو پروموت میکنن، یه عده آدم میگن واو چه اتفاق بزرگی افتاده. 10 نفر آدم توی لایو مینویسن قم تسلیت، 50000 نفر میگن قم چه خبر شده، به خاطر اینکه دقیقاً فکر نمیکنن، مطالعه نمیکنن و این اتفاقات میفته. اما این آدم ها وقتی این شغلای کاذب رو دارن، خب طبیعتاً هم یه سری آدم هایی که در مقام هایی که هم بالاتر هستن خیلی راحت میتونن کارهای خودشونو بکنن، دل و دزدیاشونو بکنن، اختلاسشونو بکنن. مردم رو درگیر اون موضوعات بکنیم. سواد رسانه‌ای ایناشون داغونه. رسانه‌ها هم که خریدیم مثلا این چیزا رو آموزش نمیدن، کار خودمون رو میکنیم. اما این وسط این سلبریتی ها از همه بالاترن. یکی از این سلبریتی ها رو آوردن تو تلویزیون. میگم دیگه وقتی فرهنگ جامعه رشد نکنه، تفکر آدم ها رشد نکنه، تفکر اصطلاحاً میشه هرزه. راحت به شما بگم. بازیگرا آوردن تو تلویزیون میگن چرا ازدواج نمی‌کنیم؟ میگه سخته فلانه. خب تا اینجاش منطقیه، ازدواج سخته. بعد یکم میره جلوتر میگه شرایط اقتصادی و اینا، تا اونجاش هم منطقیه. خب میگه اوکی. اما یکم دیگه میره جلوتر، فکر جواب چی بده خوبه. میگه یکی بیاد تو زندگی دیگه نره خیلی سخته. یعنی چی؟ آدم وقتی کسی به عنوان همسر خودش، شوهر خودش، زن خودش انتخاب کنه میاد که نره دیگه. ولی خب وقتی شما این تفکر رو داری، یعنی تفکر هرزه، انتظار داری یارو بیاد بره، دوباره نفر بعدی بیاد بره، اون دیگه اسمش ازدواج نیست، یه چیز دیگه است. ببینید تفکرات این سلبریتی ما چیه. بعد همین آدما توی فضای سیاسی هم جریان سازی سیاسی میکنن. ببینید این ویدیو رو. برای همین ازدواج نمی‌کنی؟ زوده. چی؟ 34 سال و 10 ماه. این که قانع کننده نیست برای من. دلیل شما فکر کنین یکی بیاد که دیگه نمیره. بله خدا ایشالله یه پولی به ما بده، یه از اینایی که میان زود میرن هم بهشون نده. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون حالا
شبکه‌های اجتماعی مختلف به اشتراک بذارید. اگه دوستم نداشتید گفتم قبلا فوش بدید. البته یه عده میگن ما که مخاطب شما این فوش نمیدیم. دمتون گرم. در مجموع خیلی باحالید. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. ممنون.